انا لله و انا الیه راجعون. پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراضهای ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گردهمایی‌ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبر برنامه ایرانی مرکز بین المللی پژوهش بحران‌ها میگوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق‌رفت اختلاف‌های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند. همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه. رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والامقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دسته‌جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبر روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبر حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار 10 نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر 3 شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی عائله‌دار بود و 2 دختر داشت. ظاهراً مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.